آیا با نام کیس‌های جنسی آشنا هستین؟ جنسی برای کسانی که در کاتگوری‌های معمول زیر قوانین مهاجرت کانادا واجد شرایط دریافت اقامت دائمی کانادا نمیشن، اما دلایل قوی بشردوستانه بر ماندن در کانادا را دارند، زمینه را فراهم می‌سازد تا اقامت دائمی و شهروندی کانادا را دریافت کنند. کیس‌های جنسی کیس‌های معمول نیستند. بر پیشبرد کیس‌های جنسی، وکیل‌های مهاجرت در کانادا نیاز دارند از قوانین مهاجرت کانادا آگاهی فهم خوب داشته باشند و در عین زمان از قوانین، فرهنگ، سنت‌ها، هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی کشوری که درخواست دهنده شهروند آن است، معلومات کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند روی کیس‌های جنسی کار خوب کنند. تجربه وکیل‌های مهاجرت در پیشبرد کیس‌های جنسی یکی دیگر از عوامل موفق ساختن کیس‌های جنسی است. معمولاً جنسی آخرین گزینه برای ماندن در کانادا است. در برخی کیس‌ها کسانی که اقامت دائمی کانادا را دارند از داخل کانادا نیز می‌توانند برای آوردن اعضای خانواده خود که در بیرون از کانادا هستند و زیر کاتگوری‌های معمول واجد شرایط آمدن به کانادا نمیشن درخواست جنسی ارائه کنند. من وحید جلالزاده، مشاور رسمی امور مهاجرت در کانادا هستم.